با سلام، امروز میخواستم نحوه برداشتن پسوردهای IBM رو با استفاده از RT 809 بهتون آموزش بدم. برای اینکه ما 3 تا سیم نیاز داریم که RX و TX و GND هستن یا همون STA و CLK که باید داخل RT قرار داده بشه. قبل از همه اینا شما باید برید پایه های IC خودتون که تو این مدل PS08A هست رو شناسایی کنید، GND، CLK و STA و بعد وارد نرم افزار RT بشید. 3 تا سیم به این پایه ها وصل کنید، نرم افزار RT رو باز کنید. بعد از باز کردن این نرم افزار شما میاد تو قسمت تولزش و اینجا مشاهده میکنید که پایه های RX و TX و GND کجا هستن. اینا رو که دیدید میتونید برگردید گزینه IBM رو انتخاب کنید. IBM پس شارپ ISP شارژر رو بهش وصل کنید. شارژر لپتاپ که وصل کردید اینو بزنید، گزینه رید رو بزنید، شروع میکنه رید کردن چی. اینو یه جای کامپیوترتون سیو کنید و بعد گزینه کلیر دیتا رو بزنید. وقتی گزینه کلیر دیتا رو بزنید خودش به صورت اتوماتیک پسورد رو از روی ICI سکیوریتی برمی‌داره. خیلی ممنون که وقت برای ما گذاشتید.